نه دست مستقیم میدیم ولی مذاکره غیر مستقیم. یعنی حالا مذاکره مثلا مگه مذاکره با هم دیگه داریم؟ حالا اگر با من صحبتی داری با هم غیر مستقیم من با شما صحبت میکنم ولی دستو میدیم. آره باش یه دست خیلی چیزی یه دستو که خیلی وقت داری. ببین حرف سیاسی نزنی ها. نه سیاسی نبود، یه خورده جنسی بود. آرشری شهر درست نکن. نه میخوام بگم که ما میتونیم مستقیما مذاکره کنیم. نه نمیتونیم مذاکره. آقا بالاخره یه ماده واحده پیدا میشه مذاکره آقا غیر مستقیم ولا غیر تموم شده. دست میدیم، یه دست میدیم، دو دست میدیم. حتی نماینده برگشته گفته ما مذاکره مستقیم غیر مستقیم میکنیم. یعنی ببین اینجوری ببین ما داداش اینجوری داستان طلب ما رو کی میدی؟ طلب ما رو کی میدی؟ بهش بگو. آره نه ببین داداش اون 6 میلیارد و 7 میلیارد که ما از کره برداشتیم و آوردیم اینجا 1 میلیاردش هم شد توش. انگار نه انگار چی به چی. داداش پولمون رو بده. آرشری درود به شما، امیدوارم که خوش گذشته باشه بهتون. آقا مستقیما با من دست میدید؟ خیلی مستقیم میشه با هم دیگه. نه دست مستقیم میدیم ولی مذاکره غیر مستقیم. یعنی حالا مذاکره مثلا مگه مذاکره با هم دیگه داریم؟ حالا اگر با من صحبتی داری با هم غیر مستقیم من با شما صحبت میکنم ولی دستو میدیم. آره باش یه دست خیلی چیزی. یه دستو که خیلی وقت داری. ببین حرف سیاسی نزنی ها. نه سیاسی نبود، یه خورده جنسی بود. اصلا سیاسی نبودین. آره خیلی خوب. منم سلام عرض میکنم خدمت شما. سال نو رو تبریک میگم. سال 1404 سال بسیار خوبیه انشالله امسال. و از کجا میدونی؟ حتما سال خوبیه. مگه قبل عید فیلم ضبط نکردیم، ویدیو گرفتیم گفتیم سال بعدو چگونه میبینی؟ گفتیم خیلی سال خوبی خیلی. آره سال بسیار خوبی خواهد بود انشالله. امیدوارم جیب شما پر پول باشه و انشالله امسال طلباتون رو بستونید. آقا یه چیزی در مورد طلب میخوایم صحبت بکنیم. موضوعی که الان به ذهنمون رسید. بی پول شدیم. رفتیم ایام تعطیلات. خیلی بهمون خوش گذشته. هرچی پول داشتیم منزل هرچی گفته اینو بخر اونو بخر گفتیم چشم خریدیم. بعد خدمتتون عرض کنم که جوج گرفتیم رفتیم هر جا خوردیم پولامون دیگه ته کشیده دیگه هیچی تهش نمونده. اومدیم الان بی پولی میگه خب چیکار کنیم؟ یادمون افتاده که از خیلی طلب داریم بعد بریم طلبمون رو بستونیم. بله خیلی. حالا طلبمون رو چگونه بستونیم؟ آره. حالا قبل از اینکه طلبمون رو بستونیم می‌خواستم یه چیزی بگم پیرو حرف تو که حالا میذارمش برای بعد. خب بگو دیگه. نه میذارمش برای بعد. آره بذار در مورد طلب. آقا من انقدری طلب دارم که یه سال زندگیم بگرده. با طلب مگه زندگی کسی میگه بزنگ نه یعنی انقدری طلب دارم. کار منم از طلب دارم ولی خب این طلبه مرد حسابی اون موقعی که تو رفتی کار کردی واسه اون آدمه یا من رفتم کار کردم اون موقع دلار 70 تومن بوده 80 تومن بوده. الان اون پولی که قرار دست تو برسه قراره با دلار 100 چقدر خرجش بکنی؟ نه بابا من از دلار 3000 تومان طلب دارم. خیلی خوب دیگه. از دلار 1200 تومان طلب دارم. بله طلب داریم. از دلار 1000 تومان من طلب دارم. آره. حالا چجوری بگیریم؟ تو راهکار چجوری؟ ببین از صدای کلافتمون میتونیم استفاده کنیم؟ میشه. ببین یه راهش اینه. مثلا چجوری؟ ببین اگر مثلا از یه نفر طلب داری که طرف یه مغازه‌ای داره توی راسته‌ای، خب یه راهش اینه که بری مثلا در مغازش وایسی شروع کنی داد بیداد کردن. فقط فحش نباید بدی، حواست باشه. چرا؟ ببین خب میاد موضعت پایین دیگه. واسه چی میخوای فحش بدی؟ فحش تو رو خراب میکنه. یارو میاد نه یارو میاد یه دونه جلو بقیه داره فحش میدی، یارو هم میاد یه دونه میذاره در گوشت. بهونه رو میدی دست طرف بزنه در گوشه. نه فحش. خب باشه فحش نمیدی. فحش نه. حواس قرار نسخه بپیچه با نسخه شما. آره. نسخه هاشو پیچیده بعد هیچ کدومش به پول نرسیده. حالا بفهمید. نه اگر مثلا عرض می‌کردم خدمتتون مغازه داره و توی راسته‌ای داره کار میکنه بعد نیست بریم در مغازه‌اش
شروع کنی داد بیداد کردن. یه خوردم ننه من غریب چاشتیش میکنی، آی من بدبخت کجا بیارم، زن دارم بچه دارم گرفتارم، بابا اون روزی که من واسه کار کردم نمیدونم برنج کیلو 50 تومن بوده الان کیلو 150 تومن شده، کیلو 200 تومن شده. 200 تومن شده. برنج تو همین ایام عید از شب عید که 160 70 تومن بود شد 200 تومن. حالا ما خداییشون هیچ وقت برنج نمیخریم. ما میخریم اتفاقا ما برنج خیلی هم میخوریم، یعنی نه ما خیلی من شوهرم رشتیه برنج آره با همه غذا باید برنج صبحونم شوهرم دیگه شوهر کردیم خبر نداری تو. حالا نکنه تو فکر کردی نگاه جنسیت زده است آخه، نگاه جنسیت زده است. یعنی طرف هر چی میگه من میگم چشم اطاعت میشه برای قربان هر چی شما بفرمایید. یعنی شوهر کردیم میگه ننمون دلش خوش رفته واسه اون زن گرفته شوهرمون دادن. مرد حسابی. من وارد مسائل خانوادگیتون نمیشم ولی نگاه جنسیت زده وارد مسائل خانوادگیمون نشو مرد حسابی. الان منزل شما هر چی میگه منزل چی؟ عیال مربوطه هر چی میگه عیال چیه؟ این جمله همسر گرامی شما هر چی میگه شما نمیگی چشم. بگو راست چی بگو بعدا با هم توافق بکنیم. نه واقعا سانسورش میکنیم، بحث میکنیم سر یه سری چیزا. ببینیم مثلا این اولویت اولمون باشه یا اولویت اولمون نباشه. و تو خیلی زمینه‌ها هم نظریم ولی مثلا تو یه زمینه‌های هم واقعا اختلاف داریم. تو من در همه زمینه‌ها با همسرم هم نظرم، نظر ایشون رو تایید. نظر ایشون به نظر شما نزدیکه. آره بریم سر اصل مطلب. خلاصه آقا یه راه فرض کن شما اون راسته ای یارو تو اون راسته. خب من الان میام اونجا میخوام پولمو بگیرم. به من بگو درست اومدم یا نه. بفهمید. خب آقا حله. خیلی خوب بیا دادو بکش. برم بیام تو کار یا نه؟ نه خوب فقط صدا دیستورت میگیرم. صدا دیستورت میشه ولی چاره ای نیست. بگیرم. خب آرش خان نمیخوای پولو نمیشه آرش اصلا شهرت رو میدم نمیتونم. جون تو ما اصلا فقط باید اجرا کنیم با هم دیگه، اصلا نمیتونیم با هم بازی کنیم. نه هم میتونم. نه پس یه بار دیگه بیام. آرش خان نمیتونم. نه اصلا چشت اینجوری نگاه میکنیم حس مثبت. نه تو هیچ وقت از من طلب نداشتی میدونی. نه ما همیشه با هم کار کردیم با نمیتونم. نه با هم طلب داشتیم از این. نمیشه. حالا فرض کنیم میری آقا میگه آرش خان یک پول ما رو بده. نه بابا من اینجوری شدم بعد وقت نمیشم مثلا توی مایا. آره خیلی خوبه جواب میده. خب بعد همسایه‌ها جمع میشن یارو از ترس آبرو حیثیتش میگه که آره میدم حالا برو فردا بیا بذار من تو چشات برو تا پنجشنبه. بابا چیکار کنم ندارم چرا نمیفهمی؟ خوبه اینجوری خیلی عالیه. جوابه. بعد همسایه‌ها میان میگن مثلا آرش خان چی شده آقا؟ میگه حلش میکنیم. داداش من نوکرتم میدم بهت برو پنجشنبه. نمیده میخواست من داده بود. خوبه اینجوری میدم بیا آقا این جوابه. جواب میده. برم دم ساب فیلم‌ها این کارو بکنم. خوب آها بعدیش اینه که اونا تو وی او دی ها بریم این کارو بکنیم. وی او دی ها تو راسته وی او دی ها نیستن که مثلا مغازه وی او دی فلان اونجا با بیسی میزنن اینو بردارید ببرید میاد راست میبره. از اینجور آدما چجوری مثلا از سازمان طلب داریم. من خیلی وقته از خیلی تهیه کننده. خب حالا بریم تو فاز شکایت. چجوری میخوای شکایت کنی؟ هیچی باید وکیل بگیری و بریم وکیل بگیری پول وکیل بدی. من وکیل اونایی که تلویزیون بعدیش این بود نسبت به رادیو که تهیه کننده طرف حساب بود. اون از سازمان میگرفت اون خودش به عواملش میداد. الان چند تا تهیه کننده طلب داری؟ خیلی خب طلب داری دیگه. الان دست به تهیه کننده میرسه؟ نه اصلا طرف رفته اصلا. میری مثلا طرفو پیدا میکنی سر صحنه یه فیلمیه یا مثلا یه کاری رو داره تهیه میکنه میری اونجا میده عوامل میزننت. خودش هم نمیزنه. خب این هست میپره تو لنکروزش میره. آقا پس یه سریو اصلا نمیتونیم ازشون بگیریم تحت هیچ شرایطی. یه سریو باید بریم خودمون رو بزنیم تا بتونیم بگیریم. نه شکایت چی؟ اصلا خود دادگاه رفتن با این وضعیت اطاله دادرسی و نمیدونم این حرفا از قدیم دارم میگن دیگه. میگن شما باید کفش آهنی پات بکنی بوده یا اینکه چی وکیل بگیری. وکیل هم میگه خب شما با هم بفرمایید که مدارک چی داری ازش؟ مدارک چی داری؟ اول از همه با هم بفرمایید که میزان بدهی طرف چقدره. خب 10% علل حساب بهش. نه بعد مثلا میگه اینقدرشو گرفتی دیگه نمیتونی.
طبق قانون این اگه انقدرشو داده باشه اونقدرش اینجوری کرده باشی تو نمیدونم بابا خود عقل بکن دهن آدمو سرویس میکنن. یعنی دم به دقیقه زنگ میزنن میگن آقا الان امروز باید برم یه دادخواست دیگه ای بدم، یه تمبر باطل بکنم بابت اون یه 4.5 میلیون بی زحمت. بابا چرا اینو میگی؟ من دزد کارگاه رو میشناسم، اسمشو به طرف دادم، مشخصاتو دادم، پرونده‌ام بسته شده. خب تو چی بسته شده دیگه؟ یارو میاد همین عید هم اومد دزدی دوباره. دیوارا رو هم دیگه کنده، یعنی دیگه اصلا لوله های تو دیوارم کنده برده. به خدا. خب حالا تکلیف چیه؟ هیچ. نه حالا با دزدا کاری نداری. حالا پس به اونایی این که نتیجه ازشون طلب میرسیم، هر کسی بدهکار باشه موفق تره. آره. یعنی به طور مثال شما بدهی بانکی داشته باش، ما خودمون رو کشتیم، خدا رحمت کنه رفته کنه، بابای ما فوت کرد، سند گروه بانک بود و فلان و اینا، بعد روزی 330,000 تومان، اون موقع که خونه متری 6 میلیون تومان بود تو این منطقه. 6 میلیون کجا؟ 105 میلیون الان کجا؟ خب متری 6 تومان بود، روزی 330,000 تومان بهره داشت میومد روش. بهره چی آقا؟ سود؟ هر چی شما میگی آقا بر اساس قانون بانکداری اسلامی باشه. بانک‌ها بهره نمیگیرن. شما میگی سود، ما میگیم بهره. ما که میتونیم خسارت تأخیر تادیه، هر چی که بگید. بعد ما خودمون رو کشتیم و یه واحد بفروشه، اون کارو بکنه، سند رو اینجوری کن، اون اونجوری کنه، فلان کنه، بیسار کن. حساب کتاب کردم دیدم اگه تا همین الان من بده یه بانکو نمیدادم، خب و هی اون قاعده استمهال شما استمهال میکنی، بانک‌ها امهال میکنه. خب حالا یه حرکتی اینجوری زده بودم، 2 سال وقت خریده بودم، خب یه خورد یه پولی هم میبردم میدادم، نه تنها من جلو بودم بلکه یه واحد خونه هم الان داشتم. بسیاری از مولتی میلیاردرهای حال حاضر مملکت ما بدهکارن به بانک‌ها و هر سال هم بدهیشون به بانک‌ها داره بزرگتر میشه. اصلا ما بانک داریم که چخ برابر سرمایه ثبتیش بدهی داره و هی این کارشناسان بانکی ماکت اصلا خب هی میان در تلویزیون میگن که باعث خلق پول شده و چنین شده و چنان شده، این حرفا. اونا بدهیشون رو نمیدن، راست هم دارن تو مملکت واسه خودشون میچرخن. هر سالم به خدا سر سال میاد مثلا امسال 1000 میلیارد بدهکاره، سال دیگه میاد بهش یه دونه مصوبه 2000 میلیاردی بهش میدن، بعد اون 1000 میلیارد قبلیه رو تصفیه میکنه، وثایقش رو دوباره تجدید ارزیابی میکنه، در رهن میبره، دوباره به پشتوانه وثایقش وام جدید بهش میدن، میمونه همینجوری میره تا بره اینو بده. یعنی هر سال هم پولدارتر میشه. اگر شما بتونی یک رقم بالایی رو از بانک، هر رقمی، خب نه رقم بالا منظورم که قشنگ زندگی کنی باش دیگه، بگیری و بلد کار باشی و 2 تا ارتباطات داشته باشی، تو از اونایی که ملت میخوان ازت امضا بگیرن، از اونایی که برندی، از اونایی که بچه معروف مهمونیایی، یعنی داستان اینجوری میشه که همه فکر میکنن تو چه کاری کردی که به یک ثروت اینجوری رسیدی، در حالی که تو واقعا نمیدونم از لحاظ حقوقی چه اتفاقی میفته برام، ولی از نظر من، از برداشت من اینجوریه که این اصلا دزدیه. اصولا بانک‌ها با بدهکارا خیلی با احترام‌تر رفتار میکنن. بیشتر تحویلشون میگیرن برای اینکه پول رو بگیرن. نه یهو میگه اصلا نمیدم، اصلا هر غلطی دلت میخواد بکنه، حالا تو برو. نه که نتونه بانک هم غلطی بکنه، ولی خب چون نمیتونه، به این راحتی نیستش. آره خیلی بیشتر به همین راحتی نیستش. من خبر دارم، حالا بدن خیلی خوب. با بچهای بالا در آقا ببندیم داستانو. بله تو این مملکت به همدیگه نوا، سعی کنید از بانک‌ها وام بگیرید و بدهکار. آقا نه، تو این مملکت سعی کنید که آقا حساب کتابتون روشن باشه و هر موقع که کارتون تموم شد همون موقع پول بگیرید، چون که یه ضرب المثل قدیمی هست، پدر بزرگی من خدا بیامرز میگفت بدهی طلب وقتی بمونه تبدیل میشه به بدهی. همون موقع طلبتون رو بگیرید، همون موقع بستونید، نذارید قدیمی بشه بعدن حتی طرف میتونه بزنه زیرش بگیره چه طلب، اصلا بیا حساب کتاب کنیم. یهو مثلا آره میکشن زیر 20 سال از یارو طلب داری، بعد 20 سال تازه میگه خب حالا بیا بشین حساب کتاب کن، مثلا کی گفته تو اینقدر من طلب داری، حالا برو دنبالش، حالا اصلا من تو یادته که چیکار کردی، چقدر بوده، چقدر دادی، چقدر ندادی. داستان زیاد میشه. شما محبت کنید، اگر از کسی طلب دارید همون موقع که کارتون تموم میشه تا دیر نشده
طلبتون رو بستونید، بعدا هم اگر طلب موندش دیگه دنبالش نرید، برای اینکه در نهایت شما میخوای نهایتا همون پولی رو بگیری که قبل از عید طلب داشتی. من الان اگر طلب کاری رو که قبل از عید انجام دادم بگیرم، به لعنت خدام نمیارزه. قبل از عید برنج خریدیم 160 تومن، در ایام عید رفتیم هر جا برنجا رو پختیم خوردیم تموم شد، الان باید برنج بخرم 200 و چند تومن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله توافقات بعدی طبق اتفاقات جدید انشالله بر اساس رؤیت وفق ضوابط و مقررات برخی از فقهای قدیم شهر درست نکن. نه میخوام بگم که ما میتونیم مستقیما مذاکره کنیم. نه نمیتونیم مذاکره. آقا بالاخره یه ماده واحده‌ای پیدا میشه مذاکره آقا غیر مستقیم ولا غیر تموم شده. دست میدیم، یه دست میدیم، دو دست میدیم. حتی نماینده برگشته گفته ما مذاکره مستقیم و غیر مستقیم میکنیم. یعنی ببین اینجوری، ببین ما داداش اینجوری داستان طلب ما رو کی میدی؟ طلب ما رو کی میدی؟ بهش بگو. آره نه ببین داداش اون 6 میلیارد و 7 میلیارد که ما از کره برداشتیم و آوردیم اینجا، 1 میلیارد هم ریده شد توش، انگار نه انگار چی به چی. داداش پولمون رو بده. تموم چیز شد یارو شد. آقا پولمون رو بده. بعدن کار داریم با هم صحبت. بله آقا طلب ما رو کی میدی؟ بریم سیگارمون رو بکشیم. آرشری